بازم سلام خدمت شما شاگردای خوب و نازنین ما. انشالله همگی خوب و صحتمند باشین. بسم الله گفته میریم بخیر طرف درس امروز ما شما. ولی در نخست طبق پروگرام‌های قبل همگی انشالله میفهمین که پروگرام درس طوری است که اول درس گذشته ما شما یک مرور میشه، باز به هدف درس امروز خود میریم انشالله. شاگردای بی‌نهایت خوب و نازنین، در درس قبلی ما شما فرمول های آینه ها را خواندیم. فرمول ها را به خیلی دقت کامل حفظ کنید. فرمولش 1/P جمع 1/Q مساوی 1/F بود. گفتیم که F زمانی که مثبت باشه مربوط میشه به آینه مقر، زمانی که منفی باشه مربوط به محدب. Q زمانی مثبت باشه تصویر حقیقی است، Q زمانی منفی باشه تصویر مجازی است. و همچنین بزرگنمایی را خواندیم با فرمول نیوتن. بزرگنمایی که یکش از آی بر او، یعنی دیگه‌ش هم از کیوی بر پی. خب همگی کتابچه و قلمتان آماده بسازین. فقط هدف کلی درس امروز ما شما حل سوالات است. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. آماده هستید انشالله؟ خیلی عالی. دوستان خوب ما، یک مثال در کتاب مکتب شما است. اولین مثال گفته یک جسم از آینه مقر به فاصله 20 سانتی متر قرار دارد. خیلی فاصله جسم از آینه را ما شما فهمیده بودیم که به حرف پی نشان میتیم. فاصله جسم از آینه برابر با 20 سانتی متر است. این عزیزایم دقت داشته باشین. و همچنان گفته شعاع انحنا برابر با 30 سانتی متر است. شعاع انحنا را به حرف آر نشان میدادیم و آر برابر با 30 سانتی متر می باشد. از نزد ما و شما گفته شما فاصله تصویر از آینه پیدا کنید 1 و نوعیت تصویر مشخص کنید 2. فاصله تصویر به نام کیو یاد میکنه. تا کیو را پیدا نکنیم نوعیت هم تشخیص نمیشه. اینان شاگردای بی‌نهایت خوب و نازنین ما یک دونه فرمول داشتیم. 1/P جمع 1/Q مساوی بود به 1/F. این قیمت گذاری میکنیم. قبل از آن شما میفهمین که ما در فرمول به پی نیاز داریم که وجود داره. کیو را خواسته که سوالیه ماندیم، ولی در سوال آر داده شده، اما در اینجا از پیش ما شما اف خواسته شده. خیلی عزیزایم، شعاع انحنا که است 2 برابر فاصله محراقی است، یعنی 2 برابر اف است. خیلی در نتیجه اگر اف دریافت کنیم قیمت اف مساوی است به آر تقسیم 2. اینه جوانا، اینا را خیلی اف که پیدا کنیم آر نیم میسازیم. 30 تقسیم 2 جواب مساوی به چند؟ 15 سانتی متر. خیلی ما فهمیدیم که فاصله محراقی 15 سانتی متر است. این حالت به جای فاصله محراقی قیمتش میمونیم. در نتیجه نوشته میکنیم که 1/P قیمت پی ما شما 20 است. 1/Q نامعلوم است. علامه مساوی 1/F. F ما چقدر است؟ 15 سانتی متر. یک مساوات جور شده معلوم مجهول میسازیم. 1/Q را چون میخواهین دریافت کنین، 1/Q در اینجا باشه عزیزان. 1/15 او طرف مساوات داریم اینه و 1/20 بریم او طرف. اشارهش مثبت است، منفی میشه. منفی 1/20 میشه. اینا عزیزان از بخش کسرها خوانده بودین که مخرجا با هم مختلف است. بین 15 و 20 مخرجی مشترک میگیریم. عدد چند میشه؟ 60 میشه. 60 تقسیم 15 3. 3 ضرب 1 3 میشه. این رو یاد دارین در ریاضی. مخرج مشترک تقسیم هر مخرج حاصلش ضرب صورت. 60 تقسیم 15 برابر با 3. 3 ضرب 1 3. علامه منفی. 60 تقسیم 20 برابر با چند میشه؟ با معذرت 60 تقسیم 15 4 میشه. 4 ضرب در 1 مساوی به 4. اینه شاگردای نازنینم. 60 تقسیم 20 برابر با 3. 3 ضرب 1 3 میشه. اینا در نتیجه 1/Q مساوی است به 4 منفی 3 کنیم 1. 1 چند میشه؟ 1/60 میشه. عزیزایم این قسمت یک مساوات جور شده، طرفین و وسطین میکنیم. Q ضرب در 1
مساوی به خود کیو میشه. علامه مساوی 1 ضرب در 60 مساوی به 60. پس جواب نهایی کیو مساوی به چند شده؟ 60 سانتی متر شده. اینمی کیو نشان دهنده چی بود عزیزایم؟ نشان دهنده فاصله تصویر می باشد. نه شما یک سوال میکنم، اینمی کیو که 60 آمده، در نظر شما اینمی 60 مدد مثبت است یا منفی؟ بله خیلی مثبت است. وقتی این مثبت باشه عزیزایم، ما گفته بودیم کیو که مثبت باشه نوعیت تصویر چی بود؟ حقیقی بود یا مجازی؟ 100% حقیقی بود. خیلی نشته کردم میتونیم که چون کیو یک عددی بزرگتر از چی است؟ از 0 است. کیو که بزرگتر از 0 باشد خیلی به این مفهوم است عزیزایم که تصویر یک تصویری حقیقی است. این نوعیت تصویر یک تصویری حقیقی. چرا؟ چون کیو بزرگ از 0 آمده. یعنی چند آمده؟ مثبت 60 آمده. شاگردای به نهایت خوب و نازنین، سوال دومی ما و شما از کتاب مکتب ما و شماست. اول سوالای بخش فاصله جسم و تصویر از آینه مقرر کار میکنیم. کتابای چاپ 1399 ما و شما خیلی منظم ترتیب شده، اشتباه هم کم داره. مطابق هم کتاب ما کار میکنیم. ان شاء الله کتابا پیشتون باشه. مثال دومش است. در کتاب رقم 1 یاد کرده شاگردای نازنینم گفتم اگر فاصله یک جسم از آینه مقرر برابر با 12 سانتی متر باشد و فاصله محراقی که به نام F یاد میشد برابر با 24 سانتی متر باشد، از نزد ما و شما چرا خواسته؟ گفته شما فاصله تصویر پیدا کنید از آینه 1، نوعیت تصویر پیدا کنید 2 و همچنان فاصله بین جسم و تصویر پیدا کنین 3. خب دقت داشته باشین شاگردان، خیلی ساده و آسان است. فرموله که ما شما داشتیم 1 بر پی جمع 1 بر کیو مساوی است به 1 بر اف. قیمت هایی که داریم جایگزینش میسازیم، نشته میکنیم که 1 بر پی. قیمت پی ما شما داریم 12 علامه مثبت. 1 بر کیو از نزد ما شما خواسته شده، علامه مساوی. فاصله محراقی هم مشخص است 24 سانتی متر. شما میفهمین دوستای نازنینم که یک معادله است، میخوایم معلوم و مجهولش بسازیم. برای معلوم مجهول ساختن یک کار میکنیم، در نتیجه نشته میکنیم که 1 بر کیو مساوی است به این طرف مساوات 1 بر 24 داشتیم، 12 و طرف انتقال کنه منفی 1 بر 12 میشه. اینال شاگردایم ادامه نشته میکنم. بین 24 و 12 مخرج مشترک 24 میگیریم. 24 تقسیم 24 1 میرسه، منفی 24 تقسیم 12 2 ضرب 1 2 میشه. صورت میشه منفی 1، مخرج میشه 24. اینال در کل 1 بر کیوی ما و شما 1 بر کیو قیمتش برابر با شده منفی 1 بر 24. این عزیزایم رابطه را میسازیم طرفین و وسطین. بعد از طرفین و وسطین ما و شما اشتراک کرده میتونیم که کیو ضرب در 1 خود کیو میشه. 1 ضرب منفی 24 میکنیم برابر با منفی 24 میشه. خب شما دیدین عزیزایم که کیو برابر با 24 آمد و فاصله شم چی شد؟ سانتی متر. خیلی در کل ما تو گفتم میتونیم که فاصله تصویر از آینه برابر با 24 سانتی متر است، ولی چون علامه منفی آمده نوعیت تصویر مجازی است. یعنی به خاطر علامه منفی نوشته میکنم که نوعیت تصویر مجازی است. نوعیت یعنی نوعیت تصویر ما و شما یک تصویر چیست عزیزایم؟ مجازی. یک کاری که هیچ گاه نکرده باشم میخوایم به شما انجام بدم، یعنی می قسمت به یک رسم به شما نشان بدم که بیخیم تو فکس شود دیگه. خب امی شاگرد تو وقت شما دقیق میخوانین نه اینمی قسمت که شما ببینید اقا خوب قناعت میکنید که میگه استاد جان دیگه کارت نباشه. خب در ابتدای رسم شاگردایی که خیلی لایق باشه
در کدم میتانه که گپ از چی قرار است. این شاگردان خب این قرار بود که محور اصلی بود، درست شد. این محراق باشه، این چی باشه؟ مرکز باشه. این ما شما را گفته که فاصله محراقی 24 سانتی متر است. خب بیا که محراق کمی طرفتر رسم کنیم بچه ها. شما خودمای لایقین دیگه. این بلایقا دیگه چی بگم؟ این قسمت مرکز در نظر بگیریم. این قسمت محراق کمی جای بزرگتر بیا دیگه چی گپ داره دی؟ خب این فاصله را در کل برای ما داده، گفته فاصله محراقی 24 سانتی متر. درست شاگردان؟ این 24. ولی فاصله جسم 12 سانتی متر. خیلی جسم مسکین در کجا آمده؟ جسم این قسمت آمده در بین محراق و رأس آمده. این 12 سانتی متر است. این خو هر جوان میفهمه که وقتی در آینه مقارنه جسم که در فاصله محراقی میمد تصویر مجازی نبود، بود. در عقب آینه نبود، بود. بزرگ از جسم نبود، 100% میگین بود. خلاص دیگه خیاناله تصویر این قسمت میه بچه ها. این قسمت میه. ای شاگردای این قسمت این تصویر است. فاصله تصویر تا به اینجا این فاصله برابر با 24 سانتی متر است. انشالله که امو تو فکس فهمیدین که دیگه هیچ حاجت این آن وجود نداره. ما یک کمک گوشه استاد میشم دمی نوشته شما را نگیرم. دوستای نهایت خوب و نازنین، مثال سوم از بخش آینه های مقر است. در کتاب شما آمده. در کتاب طوری گفته که یک شی به فاصله 9 سانتی متر از آینه مقر قرار داره. خیلی فاصله جسم از آینه پی مساوی به 9 سانتی متر نشته میکنیم عزیزایم. اینه و گفته یک تصویر مجازی تشکیل میده. تصویر مجازی هم که تشکیل میده به فاصله 12 سانتی متر است. یعنی کیو مساوی به 12 سانتی متر. چون گفته تصویر مجازی ما این علامه کیو را عزیزایم چی میگیریم؟ علامه کیو را منفی میگیریم. کیو منفی میشه. از نزد ما و شما شعاع انحنا را خواسته. گفته شما شعاع را پیدا کنید. خیلی ما شما میفهم تا که فاصله محراقی پیدا نشه شعاع پیدا نمیشه. فرمول داشتیم 1 بر پی. خب قبلا میگفتیم مثبت 1 بر کیو و مساوی به 1 بر اف. حالا طوری که میبینین شاگردایم تصویر مجازی است. کیو را منفی وضع میکنیم. مساوی به 1 بر پی. پی قیمتش 9 است و اینجا که ما بجای کیو منفی 12 را وضع کنیم مثبت ضرب منفی 1 بر 12 نشته میکنیم. مساوی به 1 بر اف. بین 9 و 12 مخرج مشترک میگیریم. شما میفهمین که بین 9 و 12 مخرج مشترک عدد چند میازیم؟ 36 بگیریم بهترتر میشه. 36 تقسیم 9 4 ضرب در 1 4 میشه. منفی 36 تقسیم 12 برابر با 3 ضرب در 1 3. او طرف مساوات داریم 1 بر اف. اینا در نتیجه 4 که منفی 3 بسازیم برابر با چند میشه؟ 1 بر 36 مساوی به او طرف مساوات 1 بر اف. رابطه را میسازیم طرفین و وسطین. اف ضرب در 1 مساوی به اف. 1 ضرب 36 میشه. واحدش هم سانتی متر. عزیزایم فاصله محراقی چقدر شده؟ 36 سانتی متر. اینا را محراق پیدا میکنیم. محراق که بود آر 2 برابر اف می بود و شما میفهمین که آر مساوی به 2 را خودش قیمت اف مشخص است 36 سانتی متر. اینا را با هم ضرب میکنیم. پس آر مساوی میشه به 2 36 2 6 12 12 2 2 6 72 سانتی متر. پس شعاع انحنا برابر با چقدر عزیزایم؟ برابر با 72 سانتی متر است. اینه شما یادداشت بکنید. من کمی گوشه‌تر میباشم به خاطر که دمریتان نگیرم. خب شاگردان نهایت خوب و نازنین، ساعت درسی ما شما ختم است. در قسمت آخر درس رسیدیم. امروز ما شما خاص محاسبات انجام دادیم و شما در جریان محاسبه متوجه بودین که اگر ما فرمول به دقت کامل نمیفهمیدیم محاسبه را حتما اشتباه میکردیم. کوشش کنین که دوباره فرمول را در کتابچه ها خلاصه نویس کنین و چند بار تکرارش کنین تا فرمول به ذهنتان خوب
بنشینه. روز بعد ما شما انشاءالله به درس بعدی که فاصله جسم و تصویر امروز ما شما خواندیم از بخش آینای مقر که کلا خلاصه درس ما شما بود. با فردا بخیر اینمی رقم فاصله جسم و تصویر نظر به آینه محدب کار میکنیم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.